آقایون سلام. یه نکته می‌خواستم بگم راجع به مدل تمرینایی که انجام میدیم. من در نظر میگیرم اونی که توی این پیج رشتهش حالا پرفورمنس کارش، حالا یا فوتبال بیشتر یا ورزش دیگه. من نمیگم که تک عضله تا حالا کار نکردم یا اینکه اعتقادی بهش ندارم، ولی برای پرفورمنس یه ذره منطقی نیستش تک عضله کار کردن. حتی اینکه مثلا توی یه روز بخوایم فول بادی بزنیم ولی تک 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 اکسرسایزهای تک عضله انجام بدیم، حتی اینم خیلی برای من منطقی نیست، مخصوصا این سیزن داخل فصل. حتی پیش فصلم حالا یکی نیاز به هایپرتروفی داره، نیاز داره که دیولوب بده یه قسمتی رو، یا اینکه مسئولیت خاصی داره، اون جدا بحثش. ولی اینکه مثلا بخوایم به اینم فکر بکنیم که توی پیش فصل من میام جدا جدا دیولوب میکنم عضلاتمو و اینا رو به هم کانکت میکنم، کار خیلی راحتی نیستش. به خاطر اینکه یه عضله جلوتر یه عضله عقب‌تر، مثلا کوادت میزنه جلو و همسترینگت عقبه، به خاطر اینکه از قبل اینطور بوده. وقتی که جفتشو تمرین میدی اونی که قوی تره اصلا یهو فاصله شون بیشتر هم میشه، یعنی اختلافشون حتی بیشتر هم میشه. اینه که مثلا چه میدونم لت میخوای بزنی، اونی که رشتهش بدنسازیه کاملا قابل درکه. اونی که رشتهش بدنسازیه میشینه پشت لت ماشین، اینگیجمنت کورش از بین میره. چرا؟ چون میخواد لتشو بزرگ بکنه، قابل درکه. ولی ماها که دنبال استتیکس نیستیم، که دنبال شیپ و دنبال ظاهر نیستیم، که ما دنبال اینیم که یه پرفورمی داشته باشیم. اوکی، پس دیگه تک تک جدا 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 برای ما مهم نیست. مهم اون کانکشنه و اون فشا که توی بدن ما تغییر حالت میده بر اساس اون حرکتی که ما تمرین میکنیم. یعنی اون انجام اون حرکت رو برای ما راحت تر میکنه. فشا اون کانکشنیه که تو کل بدن ما وجود داره و میتونه تغییر شکل بده بر اساس موومنت های ما، بر اساس موومنت ها و عدم موومنت ها. اوکی؟ یعنی اگه یه آدم پشت میز نشین ثابت باشی، کمر درد فلان بیسار، نه، به خاطر اینکه اون فشاها دارن تغییر شکل‌های بدی میدن، نات گره های بدی ایجاد میکنن. خب این گره ها، عصبا که میخوان رد بشن، اون گره ها دوچار عضلات که تاراشون میخوان حرکت بکنن، اون گره ها دوچار درد میشه. این گره ها رو باید باز کرد، ماساژ یا تمرینات موبیلیتی یا فلان بیسار. حالا آقا شما الان مثلا آقا هادی شوپانو بیار، بهترین و محکمترین ضربه به توپو نخواهد داشت. دیماریا اینقدر پاش میزنه وسط زمین، میخوره به تیر برمیگرده تا گل خودشو. تو جون داره ضربه هاش، فشا داره. فیل فودن چه ضربه ای داره، مسی چه ضربه به توپی داره. اونایی که طرفدار کریس هم همینطور، خیلی گنده نیستش. فشاها، اینا فشاهاشون رو تمرین میدن. فوتبالیستای قوی فشاهای خوبی دارن. شما فکر کن میخوای نش جانب بزنی، یه وزنه رو شما دمبلو میگیری نش جانب میزنی، فکر کن یه کش بگیری دستت، وزنه رو وزن کنی به کش، حالا راحت تر میزنی یا خود دمبلو بگیری؟ اون کشه خودش کمک میکنه دمبله میره پایین بیاد بالا. فشا همچین حالتی داره، یه قدرت کشسانی داره. شما وقتی که این هیپ فلکسر تو کش میدی میخوای ضربه به توپ بزنی، این کشه خودش قدرت کشسانی رو جمع میکنه که این ضربه خودش بهتر بره. پس ما یه جوری باید تمرین کنیم که کل بدنمون درگیر باشه تو حرکتی داریم میکنیم. آقا پولاب داریم میزنیم، حالا اینجوری
هرچی پولاب داری میزنی کره درگیره، پاهات، کوادات، هیپ فلکسرت، گلوتست علاوه بر. می‌بینی این داره این کانکشن رو ایجاد میکنه، در حالی که پرایمری ماسلت که هدفته لتته، ولی نه، کل بدن درگیره وقتی داری پولاب میزنی، پوشاپ، کور، فلان بیسار درگیره، همه درگیره. این بالانس ایجاد میکنه بین عضلاتی که دارن با هم دیولوب میشن. شما لانچ میزنی، درسته در واقع فول بادی نیست. حالا شما اگه لانچ رو با یه مثلا مدیسن بال هم مثلا بزنی که چه بهتر، ولی یعنی باز درگیره. حالا لانچ های مختلف میزنی، ساید لانچ میزنی، لانچ میزنی، ریورس میزنی، کرچسی میزنی، از جلو، از عقب، این هیپ تکون میخوره، همش میاد تو کار. اینه که شما مثلا اسکوات میزنی، عضلات مادر حرکات مادر فرق میکنه. اسکوات میزنی آقا درسته کل بدن درگیر نیستش توی اون شرایط. شما پولابس هم میزنی کل بدن درگیر نیست، ولی حرکات مادره. بله اسکوات ساره، ددلیفت میزنی کل پاستریور چینت کلا درگیره، داره کار میکنه. ددلیفت، اسکوات، چه میدونم بنچ پرس، شولدر پرس ایستاده چه بهتر. اینا حرکات مادر رو کار ندارم، منظورم نیست، ولی مثلا یه سری حرکات آیسولیتد دیگه. آره لگ اکستنشن میزنی، همسترینگ کرل میزنی، جا داره. بیشتر حرکات تمرکز باید بیاد روی حرکاتی که بیشتر فشاها درگیر باشن. باز میگم آف سیزن یه ذره بحثش فرق داره. تو آف سیزن ما میریم توی، یا شما استرنث ترینینگ که میخوای بکنی ناچار دیگه نمیتونی استابیلیتی رو بیاری تو کار، باید استابیلیتی رو حذف بکنی. اون آره ولی کل مدل تمرینا برم فلان بزنم یعنی بد نیست، ولی این بخشا داره از بین میره. من کم میبینم کسی پول آپس پوش آپس بزن. آقا جلیقه بپوش، یا یه جوری خودتو سنگین کن پوش آپس بزن، یه جوری خودتو سنگین کن پول آپس بزن به جای لت. این چی دارم بهت میگم؟ اینا نکاتیه که فراموش شده. نمیگم کلا عوض بشه مدل تمرین، همه چی خوبه، همه چی سر جاش، ولی چیزی که فایده داره بنابر هدفت، بنابر رشتت، پرفورم میخوای بکنی، که میگم برای آخرین بار میگم هدف اینه کانکشن این عضلات با هم برقرار بشه در حالی که رشد میکنن و این بالانس رشدشون با هم درست باشه. به خاطر اینکه ما تو رشته‌ای هستیم که ریلیتیو پاورمون برامون مهمه، توانمون نسبت به وزنمون برامون مهمه. چی میگم؟ بدن خودمون رو راحت باید تکون بدیم، بدن یکی دیگر که نمیخوایم تکون بدیم. چی میگم؟